سلام به تمام شما هموطن خوب و نازنینم. امیدوار هستم که جور صحتمند و سرحال باشین. یک بار باز ما دختر مقبول در خدمت شما خوبان قرار دارم. قسمی که میبینین از چینل غزال نظری و غزال نظری را با امرای غزال نظری، خانم مهربان، خانم خوش سلیقه و چی میگم بی‌نظیر در کنار خود دارم. خیر شما خود دوستای عزیز به ما کامنت دادین که چی کامنت ها دادین او را به خوانش میگیریم. گرچه ما به جنگ آمده بودم، موی کنک لط کوب زدن نجات ما با گفته دوستا آمدیم به لط کوب به موی کنکی. خب هموطن عزیز، خدا نکنه در کنار خود سپنا جان دارم. یک چند وقت پیش یک لاگ گرفته بودم از میکاپ آرایش و یک محفل داشتیم و هموطن عزیز ما تشکر از نظر نیکتان. همگیتان نظرتان قابل قدر است به ما و من امروز خواستم که سپنا جان میفهمه و شما میفهمید. سلام سپنا جان، خوب هستی؟ سلام دوستای عزیزم، سلام غزل جان قند. که سلام دوستای عزیزی که ما رو چقدر شما نمیفهم استرس گرفته دیگه، ما رو گفته نمیتونم که دی سوالای شما ایره باید سوالای شما را تک تک تانا باید جواب بگویم، اما خواهشانه مرضی شهر خلاص کنید. شکایت پس بگیرید، ممکنه میکنه شکایت پس بگیرید و دلیل هر کدام تانا منطقی جواب میتونید ان شاء الله. بله سپنا جان خانمی است که مثلا تو یک چیز باشه دربارش مستقیم اگه بگویم سرش بد نمیخوره، گرچه او قدر زیاد وقت نمیشه سپنا جانم میشناسم، مگم امروز بشینی بخیزی فکر میکنی سالها میشه که سپنا جانم میشناسی. تو خانم صمیمی مثلا احساس به تو نمیده که مثلا تو بیگانه هستی، مثل اعضای فامیل قسمی که من امروز شما رفتار میکنم اما سپنا جان هم است. فکر نکنین دیگه که یک آرایشگر است. یکی کی است؟ همکاری میکاپ آرتیست. بله. خب دوستای عزیز، کسایی که شکایت کردن ما به تک تک شما جواب دادنی هستم، اما شما در لایف شما قرار نداشتین که گپ در کجا قرار بود؟ صحیح است؟ میگه گپ از قرار است که دل بیقرار است. خب دوستای عزیز، درست سوالای شما منطقی کردین، اما غزل جان ما که است واقعا بسیار مقبول است، دختر بسیار قشنگ است. اینا که اصلا همیشه نچرال برنامه براتون گذاشتن و برنامه دادن، اینا در فیشن بسیار زیاد اصلا مقبول معلوم نمیشن. اینا را طبیعی مقبول بسیار معلوم میشن، چرا که اینا هرگز فیشن زیاد نکردن و در جایی که ما زندگی میکنیم مجبور مکلف هستیم به مو سیستم باید بگردیم، به مو سیستم باید پښتو خو میفهمی جان ولی نه پوهیږم. پښتو پوهیږي وای چې چیرته اوسې په خوی به دغه شي که نه. اوس په حال مونږ پښتونخوا کې اوسېږو که نه، مطلب دلته کې کومې جامې چې ما اغوستې وي که نه مطلب څه ډکې ډکې وي او زما میک اپ هم هغه شانتې لږ څه ډکه ډکه وه. نو خیر مونږ تاسو یو شانتې زمونږ میک اپ دا زمونږ سټایل زمونږ کلتور رواج هر څه فرق کوي. افغانستان مطلب پښتونخوا داسې دي که نه چې مطلب داسې ډکې ډکې ډېر خوښوي. چې د افغانستان خلک چې دا ډېر مطلب سي ډارک میک اپ خوښ دي او نیچرل خوښ دي، او پېښور خلک چې دا ډېر په چمک او ډېر مطلب لایټ میک اپونه خوښ دي. زمونږ چې دا ډارک میک اپ خوښ دی که نه ځکه او دومره پښتو ماله ورځي چې څلور پنځه خب دوستای عزیز، باید پشتو هم صحبت کنیم چون از هموطنای ما پشتو هم بعضی اوقات میگه که باید پشتو هم صحبت کنیم. میگه شیر شکر که با هم یک جا شون دگام شاد میشه، دگام شیرین میشه. خب سپنا جان اولی کامنت من میخوایم بخوانم، بعد از او دیگه سپنا جان تو میفهمی کارت میفهمه. تابعدار مونږ زنده باشی. خب سحر جان گفته که آرایش خوب است قندم، اما دیگه نرو اینجا چون خط چشمت هیچ خوبش نیست، بسیار زیاد کنج چشمت دبل زده. راست میگه؟ درست است. سحر جان قند سلام، تقدیمت گرم و نرم. سوال بسیار درستی کردی. من خودم میکاپ آرتیست هستم و من خودم اینجا برنامه زیاد دارم. باز اگر مثلا شما خواسته باشین من امروزتان به شیر میذارم، چرا که اینجا کسایی که هستن مثلا فرمایشایی که میده و فرمایش خود غزل جان آمد یک چیز بود، چرا با میکاپ مثلا با مطابق لباسشان درست است که خط چشمشان دبل بود، اما فیشنای ایندی که از کلا خط چشم دبل استفاده میکنن یوز میکنن، به خاطر اینکه باز امو میکاپ امو چیزی که مثلا قانونش از ما نظر بمو پیش میریم. و ای که غزل جان نمود نمیداد ایره گفتن نمیتونم، گرچه بسیار مقبول میگفتش و خوب شد که به غزل جان معلوم شد که تجربه شد. اگر نه غزل جان گفتاد من فیشن هندی میکنم در روز رسیم، اما ای براش خوب شد تجربه شد که فیشن هندی دیگه نکنه چون ایره نمود نمیده. ایره هم فیشنای افغانی، ایره هم فیشنای ترکی نمود میده، چرا دختر خودش مقبول است فیشنای نچرال نمودش میده.
بله تشکر سپنا جان، چون دوستای عزیز ما یادآوری کرده بودم که در طول عمر خود اما قدر که شدیم من هیچ وقت آرایش نکرده بودم، پیش آرایشگر نرفته بودم. بار اول بود که ما آرایش کردم. ها ایران باید به دوستای عزیز بگوییم که امروز غزل جان شاهد بودن که بسیار سرما بیروبار بود، سالن ما به حد رش بود دیگه. یکی فرمایش خودشان که داده بودن لباسشان مطابقی که ما مجبور مکلف هستیم که مطابق لباس و مطابق فیس ما یک میکاپ بکنیم، اما ای که برشان گفتم مطابق فیس تا نیست خودشان قبول کردن. باید ببینیم که در فیشن شوخ چه رقم معلوم میشم. خوب شد که خودشان تجربه کردن و ایره شما درست شکایت کردین خط چشم دبل، اما ایران باید بفهمین که امروز آرایش ایدی خط چشم دبل استفاده میشه. تشکر سپنا جان. خوب از کرشمه جان عزیز هم تشکری خاص میکنم. دختر مهربان، دختر زحمتکش است که کامنت های خود دادم. بسیار زیاد تشکر. آفرین میکنم با کرشمه جان قن که دل غزل جان ننداخته. واقعا یعنی غزل جان بسیار دل نازک داره و تشکری میکنم، تشکری خاص که شما قلبش در سر جایش ماندین و از پیشانش تعریف کردین. خب کابل پایتخت چی گفته سپنا جان؟ نام خدا بعد از 10 سال دیدم که آرایش محفلی کردین. نظری عزیزی خوش خورم باشین، همیشه سر فراز باشین. هر کی کامنت های مرا لایک میکنه خداوند به تمام آرزوهایش برسانش و آمین آمین آمین. تشکر کابل پایتخت باشد از برکت این شب‌های طولانی. آمین. همچنان الهی دعایت قبول شوه. و دوست خوب ما گفته که چقدر بدرنگ آرایش کرده. خودش نام خودم میفهمه دیگه ضرور نیست ما نامش افشا کنین. دوستی عزیز باید غزل جان دلش نندازین و شما باید از پیشانش تعریف کنین و در کشور در جایی که زندگی میکنن خودتان میفهمین مطابق همون کشور ما پیش رفتیم. خب فیصل نگزاد گفتم چشم بد دور نظری صاحب بدون آرایش مقبول استی. تشکر فیصل جان، در هر گوشه جهان دنیا که هستی سپاسگزار. تشکر، چشمایت مقبول است که مرا مقبول دیده. با فیصل چی گفتنی داری؟ با فیصل جان اول سلام تقدیم میکنم و بعد از این میگم که واقعا چرا غزل جان بدون آرایش مقبول است. بدون شک. یک چیز واضحه. دوستای عزیز خوب دیگه. خوب تشکر از بهشت جان عزیز. چی گفته؟ بهشت جان عزیز سلام بر خودت و گفته که خیلی مقبول شدی، ناز داریم. تو مقبول هستی، کدام تو مقبول هستی؟ ساده و مقبول هستی. قربان سلامت باشی. خوب دیگه خب اسماعیل جان چی گفتن؟ اسماعیل عزیزی گفته سلام تقدیم شما، چطور آرایش بدرنگ و کدام دلیل بدرنگ؟ غزل جان خودش مقبول است ماشاءالله، چشم بینیش لبش کلش مقبول است که نمیفهم با کدام دلیل بدرنگ شده. ای که مطابق لباس فیشن شده بودی را گفتن نمیتونم و ای که شما خودتان میفهمین مطابق لباس باید فیشن شود. صحیح است که غزل جان نمود نمیده تو فیشن لباسای شوخ، لباسای شوخ تو را نمود نمیده، وقت تو طبیعی نچرال نمود میتن. مگم به نظر ما امیام به نظر ما شوختر است، چون این چادر ما میخواستم چادر سیاه ساده، مگم سپنا جان گفت نه مقبول میگه برات. نه دیگه اقدر هم دختر خانم از زیاد در چیزای خفیف و بسیار ظریف هم دیگه نمود نمیده، حداقل کمک شوختر هم باشه خوب است. نمیفهم چون ما زیادتر وقت سیاه، همیشه وقت سیاه ساده دیگه باید یک کمک خامم چینج کنم. دوستای عزیز آرایش غلیظ، لباسای تو پرکار پرجوش واقعیت ناگفته نمونه. دوستای عزیز که نبوده برش لباس یک ذره شوختر آورده بودن، اینا گفتن نمیتونم گفتن به خاطر که در پاکستان زندگی میکنه باید لباس شوخ بپوشه و آرایشش هم به اون شکل شوخ شده بود. دوستای عزیز شما در بینتان جور آمدی کرده بودین، خوب کلی چلا به ما جور کردین، خب خیر باشه. خیره ما چی میگم؟ هر چی بنده عاجز هستم، ما عاجز هستم. خیره هر چی میکنین ما در خدمت. نه شوخی کردم دوستای عزیز، خواستم یک ذره شما را خنده باید بدم. خب دوست ما گفته که این آرایشگاه در کجای پشاور پاکستان است؟ آدرس بدین. سلام دوست عزیز، آدرس آرایشگاه ما است، آدرس سالن ما هست صدر گلبرگ نمبر 1 مجستیک تاور، سالن زیبایی سپنا طوفان. بله شما میتونین اینجا مراجعه کنین، آرایش کنین و خود مقبول کنین. و دوست ما گفته بسیار خراب جور کردید. بازم خراب نه خیریش امکان نداره که غزل جان خراب جاشه. پیشتر شوخی کردم واقعا مقبول شده بود. ای که به نظر شما نمیفهمم در
روی آسایس یک چیز گفته نمیتونم که غزل جان مثل ما چهره تلفنی یا عکسی نداره ایره گفت، اما به خدا براتون قسم میخورم از نزدیک غزل جان ببینین به حد مقبول است. این که در روی پرده تلویزیون یا پرده تلفن که ما اردی ما چهره ما درست نمیایه ایره گفته نمیتونم، مقبولا همیشه هم تو میشه. تشکر. وقت دوست عزیز یک گپ سپنا جان یادآوری کرد. خوب ما از خود تعریف نمی کنم، از خداوند شکرگزار هستم. مگم چیزی که مرا در ریل کس میبینه روبرو میبینه باز در ویدیو میبینه بسیار زیاد فرق داره. ما چرا چرا که اینا چهره عکسی ندارن مثل ماوری که لایف شما ببینین واقعیت بسیار مقبول است. تشکر. قربان، زنده باشی، سلامت باشی. کامنت ها خلاص شدن. ما شکایت بود؟ بله شکایت هم قبول. پلیز شما شکایتتون پس بگیرین، اگه نمیفهمین که چی میکنم در زندان قلب غزل جان میرم. اونجا رفتی اونجا قیدت کردین دیگه نمیتونی از اینجا بیرون شوی. خواهش میکنم شما باید کامنت هایتان و جوابایتان پس بگیرین، سوالایی که کردین. قربانتان، زنده باشین. شما هستین که ما هستیم و ان شاءالله سپنا جان بعد از این امرای ما همکاری خواد داشت و ان شاءالله برنامه ما را خواد دیدین. اگر این برنامه خوش شما آمده دیگه حتما نظریاتان امرای ما شریک بسازین و لطفا دوستای عزیز چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین و اینما تو نظریاتان خوب بود خراب بود هر آن چیزی بود نظر بدین با ما خوش میشیم. قابل قبول است. ما حاضر هستیم. ما گفتی پشت زبانا تابعداریم، مونږ تابعدار یو چې تاسو جواب ورکړو. نو سپنا جان خفه شوی خو به نه وي؟ نه ولې به خفه شو، ډیره خوشحاله یم چې زه خپل زما چې پرابلم دی په کاروبار کې زه خپل پرابلم واپس ټیک کړم. صحیح ده. بالکل ډیره مهرباني، خوشاله اوسئ. او ذوقونه د هر یو کسټمر د هر یو مطلب خلک ډیر چینج دی کنه، او مونږ لازمي خبره ده چې مونږ د هر یو مطابق کار وکړو. مننه، خوشحال اوسیم. دوستای عزیز، هموطن عزیز، این بود برنامه امروزی که امروز سپنا جان یک جا بود و امیدوار هستم که برنامه خوش شما آمده باشه. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا میسپارم. هر آنجایی که هستین خوش و خندان آرام باشین. الله یار نگهدارتان. چینل حتما سابسکرایب کنید.